کلیددار حرم امام حسین علیه السلام 82 سال قبل بمبئی میره، مهمان یکی از علمای شیعه است. یه روز نشسته بودم دیدم یه هندو اومد، عقیده خاص اما مذهب و بساطی نیست. گفت من میلیاردرم، یه روز دیگه قرار من اعدام کنن. قتل عمدی به گردن من بستن، چون سیاستمدار بود. کاری کردم، پاپوش درست کردم، قتل به گردن من. وکیل از انگلیس گرفتیم، 25,000 روپیه دادیم بهش. تنها کاری کرده اینه که ما رو یه روز فرجه گرفته، سند گذاشته از زندان بیام. گفتن شما شیعه ها یه کسی دارید میتونه مشکل من حل کنه؟ دارید؟ یعنی امام زمان. گفت بله ما داریم. چی کار باید بکنم؟ مرگم حتمیه. فردا شما میری بازار شیعه، یه دست لباس پاک میاری، حوله پاک، کفش، خودتو میشوری، این لباسا رو تنت میکنی دیگه، پاک باشه لاغت، چون غسل و وضو حرفاتی آیین اینا نیست. شب جمعه میره قبرستان شیعه، امام زادم که نیست اینجا، عتبه هم نیست، فقط صدا میزنی ابن الحسن سلام الله. اون کسی تو میگی ما داریم مشکل رو حل میکنه میاد. کلیددار حرم امام حسین اسلام فرمت فردا بود یا روز بعد دیم هندو اومد، اما قریر العینین، خیلی شاد. گفت بله. چی شد؟ گفت 5 ساعت لا ینقطع. هی گفتم یا ابن الحسن سلام الله، آخه کاری گفتم نکنه ایشون منو قبول نداره. خب دقت کردی چی گفتم؟ نه اینکه شک کنم هست یا نه ها، هندو یقین داره ما امامی داریم که جواب همه کارا رو میده. گفتم با این وضعی ما داریم جواب ما رو نمیده. باز صدا زدم، جلواتی از نور دیدم، شخصی ندیدم، اما یقین کردم سوار اسب، سم اسبار میدیدم اما هیچ، خود اسبم ندید. فرمود فلانی پسر فلانی چی کار داری؟ گفتم آقایی که اسم منو پدر منو میدونه حتما من چی کار دارم. فرمود این پاپوشو برات درست کردن در فلان کشو، هم چه کاغذی اونو بر میداری. بعد چی میشه؟ خلاصه پرونده تبرئه شدی، کار تمام، امضا کردیم برات، زمینش فراهم شد. راه افتاد دیدم میخواد این اسب حرکت کنه، چون چیزی نمیدیدم، فقط این سم و اسبار. گفتم یه عرضی داشتم. فرمود بفرمودم شما اینقدر آقای ما که هیچ کاریم، غریبیم، اصلا دین نداریم، چه برسه به اسلام. جواب ما رو داد، این شیعاتون همش گرفت، فقر و امورات دیگه شون هیچ. اینا رو چرا؟ فرمود کدوم یکیشون مثل تو 5 ساعت اومده صدا زد شک نکرده؟ نه، کسی با اعتقادی که تو داشتی اومد صدا زد و ما جوابشو ندادیم. بپرسته شده